مجبوریم که نگاندم کلینیک دندان پیدا شدیم. دندان هایی که لذت میکنه. والا برو که عیاز درخواست رسیدی درخواست دیلی داروزی مرکز تداوی زیبایی دندان نظری منج مورم بخیر. یا علی مدد. سلام لالا خوب هستین بخیر جان اینجا شکر خوش باشین. نوبت هسته دکتر هسته والله اینجا چقدر خوب شغلق هسته بگیرم همزین چه چطور ایتی جو پای من نیسته کلش کلان پای است کلی کردانی است ما چه بکنم اینجا مرا گفته اینجا منتظر باش دیگه منتظر اینجا چقدر دیر ما اینجا منتظر بشیم ما آمدیم که دندانهای خود جور کنم خود جیکس کنم مگر در نوبت بشی دندانهای ما یک دفعه خوب جور کنم بخیر عید و راید کنم که سعی است خوبه دیگه ما میم باش که نه و همینجا یک دم بگیرم ببخشین خیلی از رای دور آمده یک دفعه میگه اونجا منتظر بشی یک دفعه میگه آلی داره و بیا چی رقم دوسته دیگه حالا خوبه که جای اگست بسیار ماشاءالله هم دولای همش اونجا هسته دیگه بهترین جای است اونجا که نمیفهم اتاق اگست چی هست اونجا اونجا نوشته است یا من اسمه دواء و ذکر و شفا خود راستی باش که دکتر میگه بیا برون بخیر که چی رقم اینی ها بخورم نخورم از کی است نه میخوانم گمشم سلام علیکم ماشاءالله چیزایی هستیم سلام دکتر صاحب جور بخیر جانی جور سلامت بخیر هستین همین مایگه بگیرین درست جور هستی دکتر خوب هستین صحتتان خوب سلامت جان شما جور است مهربانی همینجا بشینم مهربانی باستی دکتر صحت شما خوب سلامت جانتان جور است زنده باشین خدا خیر و خیرت سلامت باشین دکتر دندان هستین دیگه مهربانی بله ما همینجا تیر شدم باز همینجا دیدم کلینیک شما را دیگه ما گفتم والله همینجا برم که دندانای مشکل داره اسم مبارک محمد ایاز جان مهربانی چی مشکل است مشکل دندان است دندانایم خیلی وضعیتش خراب است مشکل دندان داره مهربانی سر یونیت برید ببینم دکتر صاحب ببخشید یک معرفی کنه خدا اسم دکتر شریف الله نظری است بله تشکر مهربانی حالا سیستم دیگه تاج است دکتر صاحب بله کدامش ما بشینم مهربانی اینجا بله بیشتری توبال میشد اینا خو بر اساس هر مریض وضعیت میگیره چوکی ها میشه که اینا رو بالا و پایین کنم بر اساس هر مریض اینا رو وضعیت بتیم مهربانی سرتان بونیم اوگار نشم دکتر صاحب نه چرا مکان تیوی سیو است بسیار امکانات ماشاءالله دیگه پیشرفتش محمد ایاز جان چی مشکل است دندانای دکتر صاحب جریق میکنه دیگه بخیر دیگه می مشکل داره مرا خب بسیار باز کن دندان تو چی دکتر صاحب
این دنتال میرور است، آینه است، میخوایم دندانایتان را چک بکنم. یعنی چی؟ همین آینه است. باز کنید. باز کنید. دندانای ما زیادش خراب است. نه دلتان پایان نندازین، یک دندانتان مشکل داره، انشالله مشکلش حل میشه. یک دانش بله. ما گفتم زیاد چی شده خرابی کرده. نه زیاد خراب نیست، دندانتان خوب است، وضعیت دندانتان به سلامت است. باز کنید. یک دندانتان مشکل داره. اینی است. بله. تداوی که مشکلش حل میشه. اینجا هم درد میکنه. آها. دکتر صاحب. نترسین، حواس. یک دندان دیگه تون کمی کرم خوردگی داره، در مقابل گرمی و سردی اساس شده. همون ترس دکتر. بله. جور میشه؟ چرا نه؟ تداوی میشه. دکتر صاحب ما که دندانای خود مسواک میزنیم پاک نمیشه دندانای. درست، حتما درست مسواک نمیزنین. بچه مالا دیگه همین دندانای چی میکنه دکتر صاحب جریق میکنه، هم قلب منت گذوب میکنه بخی. این در قلب رب داره؟ دندانایتان؟ در صورتی که التهابی باشه، در صورتی که مشکل داشته باشه و دندان بسیار مشکلات پیش رفته شود، ممکن سرایت کنه. عوارض خود باند تمام عضویت. خیلی خوب. ولی شایع نیست. شایع نیست؟ نه. باز دکتر صاحب گوشم هم درد میکنه. هر وقت دندان خود درد میگیره. گوشت هم درد میکنه؟ گوشم چی رقم شده؟ همیشه درد دندانتان با درد گوشت یک وقت است یا نه؟ جدا است. یک وقت درد میگیره، یک وقت. نه همین دندانم که درد میگیره. بله. باز دیگهش یک 2 روز بعد درد میگیره گوشم. چی رقم؟ زیاد ربط مستقیم نداره، ولی در صورت التهاب چرک عفونت این چیزا میتونه که گوشم درگیر بکنه، یا از بابت التهابات دندانی گوشم باز وقت آسیب ببینه یا درد پیدا شود. انشالله با مشوره دکتر دندان و دکتر گوشگلو مشکل شما حل میشه. صحیح است دکتر صاحب. کی جور میکنه دندانای ما؟ مشکل نداره، ما دندانای شما رو مشکلات شدیدیم، نظر به ما تایمایی که پیش خود ماست برای شما یک وقت درست تنظیم میکنیم و سردندانای شما کار خود بخیر شروع میکنیم. حال دکتر صاحب که آمدیم چی رقم؟ حالا که آمدن، اگر شما موافق به تداوی همراه ما باشین، ما انشالله کار خود شروع میکنیم. بله. خب دندانم یکیش گفتی خراب شده؟ یک تا دندان پیشرفته تر شده، نیاز به درمان ریشه داره. ما باید ریشه های دندان تا درمان کنیم، بعد تاج دندان را پرکاری کنیم. در صورت نیاز یک پوش یا روکش روش میمونیم و دندان دیگه ترمیم میشه. بله اونا ترمیم میشه. یعنی یکیش که بخیم عیده شده. درست است. ما اول درمان ریشه را پیش میگیریم، بعد تعقیبش پرکاری های تاج میگیریم. اگر لازم ببینید دندان از 2 قسمت تشکیل شده. یک دندان این سفیدی است که در قسمت داخل دان است. این ما تاج میگیم و قسمتی که در داخل استخوان است او ریشه دندان است. از 2 قسمت تشکیل شده. این تاج ریشه است. یک زمان است که لازم به دندان لازم به تداوی تاج داره، تنها تاج تداوی میکنیم. یک زمان است که درمان ریشه میشه، هم زمان ما ریشه هم روش تداوی میکنیم. 2 تداوی کاملا مجزا شد. خیلی خوب. باز قیمتاش چی رقم است دکتر صاحب؟ دیگه پرکاریش، دیگه کندن کاریش، دیگه شاندنش چی رقم؟ قیمتاش انشالله قیمتای مناسب است. شستشویش؟ بله. عصب کشی های دندان عموما تا خانه 1500 درمان ریشه هزینه میخوره. بله. و درمان ترمیمی است، تداوی های ترمیمی اونا 1000 افغانی هزینه میخوره. صحیح است. باز بسته چی با چی رقم است؟ بسته کام؟ شما خب ماشاءالله دندانایتان جور است، آدم جوان هستین، کام چی میکنید؟ خب من یک سوال کردم. هر وقت که دندانای به او سویه رسید که در کام برسیم باز ما شما صحبت میکنیم. حالا دل تا پایان نمیندازم چون ماشاءالله دندانای بسیار زیبا و مقبول داری. تشکر دکتر صاحب. جور باشی، بخیر باشی. خیر شروع میکنی بخیر یا نه؟ چرا نه، شروع میکنیم. اگر شما موافق باشین یک تاریخچه باید پر کنین پیش ما که ما از
تاریخچه قبلی وجودتان آگاه باشیم که مشکل دارن ندارن، فشار بالا پایین، آسیب تکلیف‌های قلبی دارن ندارن، قبلا انستزی دندان گرفتن نگرفتن. اینا رو باید ما مطمئن شیم که خدای نخواسته با کار ما یک مشکل دیگه برای شما ایجاد نشود. ما باید تمام فرمای خود پر بکنیم از صحت مریض. وقتی که آگاهی پیدا کردیم که سالم است، مشکل خاصی نداره، ما کار خود شروع میکنیم. این فایده هم به مریض هم به دکتر، چون از عواقب بد که دندان پزشکی اتفاق میفته و ما جلوگیری میکنیم ان شاء الله. دکتر صاحب باز مو هم بخیر در یک وقت مشخص میم دیگه خودت گفتی که فرم پر میشه چی رقم، باز هم فرم رو پر کردیم بخیر باز شروع میکنیم دیگه در تداوی دندانم. بله. یک سوال دکتر صاحب، دندانم چرا زرد شده؟ ببینین زردی دندان یک بحث است. خدای نخواسته کسی با این صحبت ما خفه نشوه. عدم مراقبت دندان است. ببینین برس دندان همیشه ضامن سفیدی دندان است، همیشه دندان پاک نگاه میکنه. مردم ما شما اکثریت نه، بسیار مردم های کم برس بسیار به شکل غیر منظم و به شیوه غیر درستش استفاده میکنه، بسیار به مدت کم فقط برس داخل دهان خود میبره، یک دو سه حرکت میته میگه ما دندانای خودش شستیم. در صورتی که برس درست داده شود، کریم دندان درست داده شود و همین شستشوی دندانا به شکل سه بارش در روز رعایت شود، دندان زرد نمیشه. این زردی را که شما ازش میگین مشکل داره، خود دندانتان زرد نیست، یک مقدار چرک و منگی که روی دندانتان ششته، اینمی انعکاس زردی به دندانتان میته. دیگه خلاص است دیگه بخیر. بعد از اینکه شما فرم صحیتان رو پیش ما پر بکنین، انشالله ما یک وقت برتان میمونیم و تداوی شما رو بر اساس وقت که دارین تنظیم میکنیم و کار میکنیم. درسته؟ تشکر دکتر صاحب. سلامت باشین. تشکر، بخیر باشید. دیگه که یک چند لحظه قدیم ما یک چی کردیم. لطفاً مشکل نیست. بخیر باشید.